به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. تاریخ بیهقی، نوشته ابوالفضل بیهقی و عزیزالله علیزاده تصحیح کردن این کتابو و در انتشارات فردوس در سال 1387 در تهران چاپ شده. در حوزه تاریخ ایران پس از اسلام هستش. این کتاب بسیار زیباست. لطفاً با من همراه باشید تا معرفی کوتاهی در مورد کتاب داشته باشم و سپس کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاه مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان قسمت‌هایی درباره صفاریان، سامانیان و دوره پیش از برآمدن و پادشاهی محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود 30 جلد بوده است و این کتاب امروزه مقدار کمی حدود 5 مجلد بر جای مانده است و تاریخ محمودی کامل از بین رفته است. ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی متولد 385 هجری قمری در حارس‌آباد بیهق یا سبزوار امروزی است و در 470 هجری قمری در غزنین درگذشته است. او مورخ و نویسنده ایرانی در دربار غزنوی است و در کتاب تاریخ بیهقی توانسته بخش مهمی از تاریخ ایران را حفظ کند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابوالفضل محمد بیهقی کیست؟ محمد بن حسین بیهقی مکنی به ابوالفضل در 385 قمری در حارس‌آباد بیهق یا سبزوار امروزی متولد شد. مقدمات علوم را در حارس‌آباد و نیشابور فرا گرفت. به زبان عربی تسلط یافت. خطی خوش داشت. به بینش نوینی در تاریخ نگاری دست یافت. مورخ شد. با برخی از پادشاهان سلسله غزنوی همچون سلطان محمود، جلال الدوله، ابو احمد محمد ابن محمود، سلطان مسعود، شهاب الدین ابوالفتح مودود ابن مسعود، عبدالرشید، طغرل، جمال الدوله ابو شجاع فرخزاد ابن مسعود و ابوالفضل ظهیر الدوله رضی الدین ابراهیم ابن مسعود معاصر بود. در 421 در غزنین به دبیری دیوان محمود غزنوی که ریاست آن با بونصر مشکان بود درآمد. با رونویسی نامه‌های بونصر در فن کتابت مهارت یافت. پس از مرگ محمود غزنوی در 421 جلال الدوله ابو احمد محمد بن محمود به کمک علی قریب برای 7 ماه بر تخت سلطنت نشست. ولی در همان سال 421 سلطان مسعود به غزنین رسید و با خلع برادرش بر اریکه قدرت تکیه زد. بیهقی به واسطه بونصر مشکان در سمت دبیر اول دیوان کارش را ادامه داد. بونصر در 431 مرد. با اینکه احمد عبدالصمد وزیر و بونصر مشکان در واپسین حیاتش سفارش واگذاری منصب ریاست را به مسعود کرده بودند، ولی امیر به بهانه جوان بودن بیهق که 46 ساله بوده و موقع منصب را به یکی از دوستداران تازه کارش به نام بوسهل زوزنی واگذار کرد. اما کتابت نامه‌های حساس را به بیهق سپرد. مسعود برای آرام کردن شورشی که توسط ابوالفضل کرنکی از زیردستان بوسهل که با ترکمانان همراه شده بود او را به بست فرستاد و ریاست را به بیهقی واگذار کرد.
پس از کشته شدن مسعود در 432 در راه هند به دست غلامان ماریگله مودود بر تخت نشست و بیهقی به حبس افتاد. گرچه در زمان عبدالرشید دوباره منصب ریاست بر عهده او گذاشته شد، ولی به دلیل بدگویی یکی از غلامان دربار به نام یونان که بیهقی به زنی مهر بسته اموالش مصادره و بیش از نیمی از دست‌نوشته‌هایش به غارت رفت. بعد از مرگ عبدالرشید در 443 از زندان قاضی به قلعه قزنین منتقل شد. پس از کشته شدن طغرل در 444 از زندان رها شد و تا نیمه اول حکومت فرخزاد به عزلت نشینی و تکمیل تاریخش مشغول شد. بیهقی نگارش تاریخش را از 409 شروع نمود. برای ذکر وقایع سالهای 376 یعنی اوایل حکومت سبکتکین تا 421 از دست‌نوشته‌ها و نقل قول‌های بونصر مشکان، خواجه طاهر که مدتی ریاست دیوان را بر عهده داشت ولی دوباره به بونصر داده شد، عبدالرحمن قوال، ندیم و همصحبت امیر محمد، احمد عبدالصمد، عبدوس ندیم مخصوص مسعود و بونصر خلف حاکم لشکر، عبدالرزاق ابن حسن حاکم لشکر مسعود و عبدالغفار ندیم مسعود کتاب تاریخ محمود براق و همچنین از کتاب مشاهیر خوارزم استاد ابوریحان استفاده کرد. و از 421 دوران حکومت محمود تا 451 حکومت ابراهیم مسعود خود به تکمیل آن همت گماشت. به گفته علی ابن زید بیهق ابن فندوق در مجموع 30 مجلد شد ولی فقط 6 مجلد آن باقی مانده است. سبک ادبی و نثر او ساده و مرسل است. در 85 سالگی در صفر 470 قمری مرد. آثار: زینت الکتاب در فن دبیری، واژه‌نامه شامل 373 واژه فارسی یا معادل‌های عربی، تاریخ بیهقی با نام‌های تاریخ آل سبکتکین، تاریخ آل محمود، تاریخ آل ناصر، تاریخ سبکتکین، تاریخ ناصری، تاریخ یمینی، جامع التواریخ، مقامات محمودی و مسعودی، مقامات بونصر مشکان شامل نامه‌ها هستش. برخی از مورخین و ادبا از جمله استاد محمد تقی ملک الشعرای بهار در کتاب سبک شناسی به بررسی مختصات سبک بیهقی پرداختند. با پردازش همه این نظرات به نظر می‌رسد برخی از مهمترین ویژگی‌های سبک تاریخ بیهقی را می‌توان چنین ذکر نمود: آفرینش واژه‌ها و ترکیبات بدیع، ارجاع ضمیر مفرد به جمع جاندار و غیر جاندار، استشهاد به تاریخ و قصص، استعمال آیات و احادیثی مرتبط با متن کتاب نه برای زیبایی کلام، استعمال الاتباع، استعمال اسم اشاره، استعمال اصطلاحات و واژه‌های آسان، استعمال افعال انشایی و التزامی به صیغه خبری، استعمال با به معنای به، استعمال بای تخصیص، استعمال برخی از حروف اضافه و افعال به جای هم، استعمال بیش به جای دیگر، استعمال پیش و پس در حالت اضافی بدون حرف اضافه، استعمال پیشبند فرا و فراز و استعمال ترکیبات قیفی بدیع. بعد از نشر آثاری چون تاریخ جهانگشای جوینی، قابوسنامه امیر عنصرالمعالی کیکاووس، سیاستنامه خواجه نظام الملک، کیمیای سعادت امام محمد غزالی، اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی، مرصادالعباد نجم الدین ابوبکر عبدالله رازی، منطق الطیر عطار نیشابوری، مخزن الاسرار نظامی گنجوی به جا بود تا
تاریخ بیهقی هم توسط انتشارات فردوس به زیور طبع آراسته شود. اما تاریخ بیهقی با مجلد 5 این کتاب شروع شده. نامه حشم تگیناباد به امیر مسعود. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگانی خداوند عالم سلطان اعظم ولی النعم دراز باد، در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت و رسیدن به امانی و نحمت در دنیا و آخرت. نوشتن بندگان از تگیناباد روز دوشنبه 3 شوال از احوال لشکر منصور که امروز اینجا مقیمند، بر آن جمله که پس از این چون فرمان عالی در رسد فوج فوج قصد خدمت درگاه عالی خداوند عالم سلطان بزرگ ولی النعم اطال الله بقاءه و نصر لواءه کنند که عوایق و موانع برافتاد و زایل گشت و کارها یک رویه شد و مستقیم و دلها بر طاعت است و نیتها درست و الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی رسوله محمد و آله اجمعین. و قضای ایزد عزوجل چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید، نه چنان که مراد آدمی در آن باشد که به فرمان وی است سبحانه و تعالی. گردش اقدار و حکم او راست در راندن منحت و محنت و نمودن انواع کامکاری و قدرت و در هر چه کند عدل است و ملک روی زمین از فضل وی رسد، از این بدان و از آن بدین الی ان یرث الله الارض و من علیها و هو خیر الوارثین. و امیر ابو احمد ادام الله سلامه شاخی بود از اصل دولت امیر ماضی، انار الله برهانو، هر کدام قویتر و شکوفه آبدارتر و برومندتر که به هیچ حال خود فرا نستاند و همدستان نباشد. اگر کسی از خدمتگزاران خاندان و جز ایشان در وی سخنی ناهموار گوید، چه هرچه گویند به اصل بزرگ بازگردد. و چون در ازل رفته بود که مدتی بر سر ملک غزنین و خراسان و هندوستان نشیند که جایگاه امیران پدر و جدش بود رحمت الله علیهما، ناچار بباید نشست و آن تخت بیاراست و آن روز مستحق آن بود و ناچار فرمانها داد در هر بابی، چنانکه پادشاهان دهند و حاضرانی که بودند از هر دستی برتر و فروتر آن فرمانها را به طاعت و انقیاد پیش رفتند و شروط فرمانبرداری اندر آن نگاه داشتند. چون مدت وی سپری شد و خدای عزوجل شاخ بزرگ را از اصل ملک که ولیعهد به حقیقت بود به بندگان ارزانی داشت و سایه بر مملکت افکند که خلیفت بود و خلیفت مصطفی امروز ناچار سوی حق شتافتند و طاعت او را فریضه تر داشتند و امروز که نامه تمام بندگان به دو مورخ است بر حکم فرمان عالی برفتند که در ملطفه ها به خط عالی بود و امیر محمد را به قلعه کوهتیز موقوف کردند. سپس آنکه همه لشکر در سلاح صف کشیده بودند از نزدیک سرای پرده تا دور جای از صحرا و بسیار سخن و مناظره رفت و وی گفت او را به گورگانان باز باید فرستاد، با کسان و یا با خویشتن به درگاه عالی برد و آخر بر آن قرار گرفت که به قلعه موقوف باشد با قوم خویش و ندیمان و اتباع ایشان از خدمتگزاران تا فرمان عالی بر چه جمله رسد به باب وی. و بنده بگتگین حاجب با خیل خویش و 500 سوار خیاره در پای قلعت است
در شارستان رتبیل فرود آمده نگاه داشت قلعه را تا چون بندگان غایب شوند از اینجا و روی به درگاه عالی آرند خللی نیفتد و این دو بنده را اختیار کردند از جمله اعیان تا حالها را چون از ایشان پرسیده آید شرح کنند. سزد از نظر و عاطفت خداوند عالم سلطان بزرگ آدام الله سلطانه که آنچه به اول رفت از بندگان تجاوز فرماید که اگر در آن وقت سکون را کاری پیوستند و اختیار کردند و اندر آن فرمانی از آن خداوند ماضی نگاه داشتند، اکنون که خداوندی حق‌تر پدید آمد و فرمان وی رسید، آنچه از شرایط بندگی و فرمانبرداری واجب کرد به تمامی به جا آوردند و منتظر جواب این خدمتند که به زودی باز رسد که در باب امیر ابو احمد و دیگر ابواب چه باید کرد تا بر حسب آن کار کنند. و مبشران مصر از خیلتشان سوی غزنین فرستادند و از این حالها که برفت و آمدن رایت عالی نصرالله به هرات به طالع سعد آگاهی دادند تا ملکه سیده والده و دیگر بندگان شادمانه شوند و سکونی تمام گیرند و این بشارت را به سند و هند رسانند تا در اطراف آن ولایت خللی نیفتد به اذن الله عز ذکره. خب یک کمی این نامه هایی که در این تاریخ وجود داره سخته، البته همش اسپرش گذاشته شده و هجی شده و من طبق آنچه که علامت گذاری شده برای شما میخونم. بسیار زبان فارسی قدیمی ما زیباست ولی خب کمی خوندنش سخته. امیدوارم که خوشتون بیاد. من سعی میکنم که آروم و بدون اشتباه بخونم. بوبکر حصیری و منگریتاک بر این جمله برفتند و سه خیلتشان مصر را نیز هم از این طراز به غزنین فرستادند و روز آدینه اینجا به تگیناباد خطبه به نام سلطان مسعود کردند. خطیب سلطانی و حاجب بزرگ و همه اعیان به مسجد آدینه حاضر آمدند و بسیار درم و دینار نثار کردند و کاری با نام رفت و نامه رفته بود تا به بنبست نیز خطبه کنند و کرده بودند و بسیار تکلف نموده و هر روز حاجب علی برنشستی و به صحرا آمدی و به ایستادی و اعیان و محتشمان درگاه خداوندان شمشیر و قلم به جمله بیامدندی و سواره به ایستادندی و تا چاشتگاه فراغ حدیث کردندی و اگر از جانبی خبری تازه گشتی باز گفتندی و اگر جانبی را خللی افتاده بودی به نامه و سوار دریافتندی، چنانکه حکم حال و مشاهده واجب کردی و پس باز گشتندی سوی خیمه های خیش و امیر محمد را سخت نیکو می داشتند و ندیمان خاص او را دستوری بود نزدیک وی می رفتند. همچنان قوالان و مطربانش و شرابداران شراب و انواع میوه و ریاحین می بردند. از عبدالرحمن قوال شنیدم گفت امیر محمد روزی دو سه چون متحیری و غمناکی می بود، چون نان می بخوردی قوم را بازگردانیدی. سوم روز احمد ارسلان گفت زندگانی خداوند دراز باد، آنچه تقدیر است ناچار بیاشد. در غمناک بودن پس فایده نیست. خداوند بر سر شراب و نشاط باز شود که ما بندگان می ترسیم که او را سودا غلبه کند و علتی آرد. امیر تصبد فرو نشاند و در مجلس چند قول آن روز بشنود از من و هر روز به تدریج و ترتیب چیزی زیادت می شد، چنانکه چون لشکر سوی هرات کشید باز به شراب درآمد، ولکن خوردنی بودی با تکلف
و نقل هر قدحی بادی سرد که شراب و نشاط با فراغت دل رود و آنچه گفتند که غمناکان را شراب باید خورد تا تفت غم بنشاند بزرگ غلطی است، بلی در حال بنشاند و کمتر گرداند. اما چون شراب دریافت و بخفتند خماری منکر آرد که بیدار شود و 2-3 روز بدارد. خب تمام این کلمات سخت معنیش در زیرنویس این کتاب وجود داره. اگر این کتاب رو خواستین بخونید حتما میتونید معانی سخت کلمات رو متوجه بشید. من فکر میکنم تا همین جای این نامه که برای شما خوندم کافی باشه، چون خیلی صغیر هستش و خواندنش. اگر به کتاب‌های تاریخی علاقه دارین بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.